الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سوره مبارکه قدر حضورتون تلاوت شد که در رابطه با لیلة القدر فضیلت لیلة القدر و جایگاه لیلة القدر نازل شده است و الله تعالی لیلة القدر را بسیار جایگاه بزرگی داده و شرف بزرگ عنایت کرده است. در روایات در رابطه با شأن نزول این سوره زیبا و مبارکه آمده است که وقتی که امت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که معمولا عمرشون بین 60 سال 70 سال به صورت متوسطه بالاتر هم هست و پایینتر هم هست ولی متوسط همینه. وقتی که مسلمانان سابقه امتهای گذشته را بررسی کردند و اطلاع شدند که اونها عمره طولانی داشتند و در تمام عمرشون الله را بندگی کردند. کسی را روایاتشون نقل شد که 1000 سال عبادت کرده الله تعالی را، جهاد کرده در راه الله تعالی، روزه گرفته و عبادت کرده. عمرهای طولانی عمر با برکت حضرت نوح خود 950 سال یعنی 50 سال کم از 1000 سال قرآن ذکر کرده. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. حضرت نوح 950 1000 سال ماند مگر 50 که بشه 950.
و تمام ای عمرش حضرت نوح دعوت الله داد، از وحدانیت خدا صحبت کرد، دنبال اصلاح قوم بود، مایوس نشد، تا اینکه الله تعالی فرمودند که دیگه تو امیدی به هدایت بیشتری قوم داشته نباش و اذیت و آزار رنج و زحمت ایشون مضاعف شده بود این اخیراً. ولی از این وقت دعا کرد که الله تو من نصرت کن و این افرادی که به باطل اصرار دارند و بر باطل برای باطل درگیرند اینها را از دنیا محو کن، فیصله کن در بیان من و در بیان اینها به حق. و الله تعالی همونی که طوفان فرستاد و فیصله کرد. 950 سال عبادت، بندگی، دعوت الله، ذکر، تلاوت آیات الهی، تلاوت نام پروردگار و عمر با برکت و عمر طولانی است. و وقتی که این ها تذکره شدن که عمر نوحی کردن، عمر طولانی داشتن و تمام زندگیشون الله را بندگی کردن، در دل مسلمانان این پیدا شد که ما که عمرمون کوتاه 70 ساله، 80 ساله، کمتر و بیشتره، هرگز به جایگاه اونها ما نمیتوانیم برسیم. اونها این همه زندگی را عبادت کردن، با نفس مبارزه کردن، با شیطان مبارزه کردن، مخالفت هواهای نفسانی را کردن، در راه الله قربانی دادند، خرج کردن. سوره مبارکه قدر الله تعالی نازل کردن که در یک شب که شب نزول قرآن، شب قدر، الله تعالی ثواب بهتر از 1000 ماه، 1000 ماه 83 سال می شود. 83 سال و انده، 1000 ماه 30,000 شبه. یک شب 1000 شب نه، 2000 نه، 10,000 نه، 20,000 نه، یک شب 30,000 شب که بشه 1000 ماه. لیلت القدر فرموده از 1000 ماه یعنی 30,000 شب بالاتره. کسی 30,000 شب عبادت کنه، 80 خورده سال عبادت کنه، 1000 ماه عبادت کنه که یکی هسته اینا، در یک شب الله عنایت میکند. وقتی که این شب مقبول واقع بشود نزد الله تعالی، وقتی ما اهتمام قائل باشیم، در جستجوی این شب باشیم، در جستجوی این خیر باشیم، از خود علاقه نشان بدیم، از خود تشنگی نشان بدیم، دعا کنیم که الله ثواب لیلت القدر نصیب ما بگرد، ثواب رمضان، رضامندی خودت را. وقتی که انسان طالب باشه، جستجو بکنه، همت کنه، الله تعالی این ثواب را نصیب او میگرداند. ولی اگر یکی بی‌اعتنا باشه، متوجه نشه که شب قدر چه شبه و در این بحر و در این میدان نباشه، روزم نگیره و بی‌اعتنا باشه، و لحاظ این
شب قدر به جستجوی او نمیرود. شب قدر الله قرار داده برای کسانی که جستجو کنند، برای کسانی که تشنن، برای کسانی که طالبن، برای کسانی که خواهانن. تیار کرا خواهد و میلش با که باشد. مطمئنا میل الله تعالی که یار حقیقی هست و حامی بنده هست. میل الله به کسی سوی کسی است که او میلش به سوی الله است. خدا طلب، خدا جوی سعادت آخرت را می خواهد، سربلندی آخرت را می خواهد. لہذا اللہ تعالی هم باوست. مهم طلب عزیزانوان، مهم جستجو. الله به نیاز به هیچ کسی از مخلوق نداره، به بندگان نداره، به پیامبران نداره، به جهانیان نداره. همه نیازمند و محتاج او هستند. تمام جهانیان محتاج رب العالمین هستند. لہذا کسی که نیازمند باشه، طالب باشه، امید است که لیلة القدر ثوابش نصیب بشه. و اگر کسی 50 سال عمر بکنه، 60 سال، 70 سال، 80 سال رمضان دریابه و ثواب کل رمضان و هر رمضان یک شب لیلة القدر داره، ثواب لیلة القدر نصیبش بشه. چه سعادت عظیمی است، چه سعادت بزرگی است. کاش که انسان الله توفیق بده که از بچگی و از زمان طفلی و جوانی و نوجوانی بندگی خدا را شروع بکنه، خدا را بشناسه و بندگی کنه و تمام عمرش را بگیره، یعنی تمام عمرش را دریابه و همه عمرش به بندگی الله تعالی بگذار. و اگر این توفیق نصیب نشد و این سعادت بزرگ است. و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت پروردگار رشد کرده و بزرگ شده است، در جوانی و نوجوانی الله را بندگی کرده. و لذا این روز قیامت زیر سایه عرش الهی است و درجه بسیار بالایی داره. ولی اگر این نشد، حداقل توبه نصیب بشه، در هر عمری بشه، در هر جا بشه، هر چه زودتر توبه بکنه، هر چه زودتر به الله تعالی برگردد. مفیدتر هست. خود را از هوا و هوس بکشه، خود را از گناه ها بکشه، خود را از غفلت بکشد. بله، فرمودن که امروز نوبه جمعوری برای مسجد مکی که بسیار بدهکار هست و شما میدانید که الان چه اندازه کار کردن مشکله، وسایل چه اندازه گرانه. بالاخره شما ماشاءالله در همین کشور عزیزمون زندگی که میکنید همه چیز میدانید. انشاءالله به مسجد دست بالای امروز کمک کنید بتونیم وامدارها کمتر بشن و الحمدلله مسجد نزدیکی از داخل معماری داخلش که تکمیل بشه و انشاءالله و بیرون بیاید کار کنیم ماشاءالله. و فرمود الله ببین چه اندازه مهربانه و چه گوهری الله به ما داده است که قرآن عظیم الشان است. این برکات قرآن
که یک شب را بخواد، شب نزول قرآن را که الله قرآن را از عرش معلا، از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل کرده و یا آغاز نزول قرآن عظیم و شان در همین شب شده است، سرآغاز در این شبه و این شب را که الله نزول قرآن نامیده انقدر این بالا رفته که یک شب رفته 30,000 شب، یک بهتر از 1000 ماه، برابر نه، بهتر از 1000 ماه. بهتر خدا بدانه که چقدر بهتره. عزیزان من، لحظه این برکات قرآن، نگه این قرآن توی دل شما بیاید چه تحول ایجاد می کند. اگر این قرآن به زبان شما تلاوت بشه و اگر این قرآن شما مطالعه کنید و اگر این قرآن عمل بکنید، تبدیل میشه انسان به چه گوهر قیمتی. به کجا میرسه؟ به اعتقادات خود را مطابق با قرآن کنید، اخلاق قرآنی را عمل بکنید، دستورات قرآن عمل بکنید، قرآن تلاوت کنید، با قرآن رابطه داشته باشید، قرآن یاد بگیرید. بچه هایتون قرآن یاد بگیرن، دختران، پسران تلاوت قرآن یاد بگیرن، ناظره قرآن، روحانی قرآن صحیح یاد بگیرن. چه سرمایه عظیمی است. معانی و تفسیر قرآن یاد بگیرید، چه سرمایه بزرگی است. برکات قرآن و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آخری پیامبر الله تعالی است، آخری فرستاده پروردگاره و الله تعالی این برکات و خیر را به وسیله حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای ما فرستاده است. خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء و فرهیزگاران و بنده مقبول و مقرب الله تعالی است که برای ما سبب خیر شدن، واسطه خیر شدن، خیر آوردن و بهترین سیره، بهترین اخلاق، بهترین رفتار سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. فإن خیر الکلام کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. فرمود بهترین کلام الله تعالی در خطبه همیشه خوانده شده در گذشته و بهترین هدایت و راهنمایی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. الله این سرمایه عظیمی به ما عنایت کرده، سرمایه هدایت، سرمایه دین. اینا همه سرمایان، اینا همه انسان سازنده هستند، تأثیر گذارند. در شهری که قرآن آمده، او شهر به کجا رفته دارای چه فضیلتی است. شهر مکه یک نماز در مسجد الحرام 100,000 نمازه و تمام اعمال به همین مناسبت بالا می رود. و یک نماز در مسجد النبی، یک روایت 1000 نماز، یک روایت 50,000 نماز. و این برکات قرآن، برکات وحی آسمانیان که اتصال پیدا کردن جا رحمت الهی و قرآن نازل کرد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم الله فرستاد که اخلاق تعلیم بده، دانش تعلیم بده. حضرت علم آوردن، دانش آوردن، هدایت آوردن، بهترین اخلاق آوردن، بهترین رفتار آوردن. و لحظه یک شب رفته 1000 ماه
و در ماه رمضان یک فرض به اندازه 70 فرض در ماهای دیگه ثواب داره. فرضمو یک فرضی است، 70 فرض نمیشه ولی ثوابش 70 برابره. و یک نفل به اندازه فرض برابر فرض ثواب داره. 2 رکعت نفل به اندازه 2 رکعت فرض ثواب داره که نفل هیچ وقت برابر با فرض نیستن، ولی در رمضان ثوابشون برابره. روزی را الله اضافه میکنه، برکات میاره. ماه برکت، ماه خیر، ماه رحمت، ماه غلبه حاصل کردن بر نفس اماره، ماه زنجیر شدن و بسته شدن شیاطینه. شیاطین زندانی اون دسترسی را که در ماهای دیگه داشتن ندارن. ولهذا ای شبی است که الله تعالی در این شب فرشتگان نازل میکنه. جبرائیل امین فرشتگان بر میداره و تمام زمین دور میزنه. سبحان الله، جشن بزرگی است در این شب که اهل آسمان میگیرن و میایم به زمین و زمین دور میزنن و برکات نازل میشود، رحمت نازل میشود. سلام هی حتی مطلع الفجر تمام میده، سلامتی نازل میشود. فرشتگان سلام میده همه جا که میآیند. هر کسی که به ایستاده نماز میخانه نشسته به اعمال مشغول سلام میده. و سلام فرشتگان رحمت پروردگار، سلام فرشتگان سلامتی روح روان و جسم و بدن و روح به بار میاره. ماه برکات و خیر است. الله ما را توفیق بده که رمضان قدر بدانیم، شب قدر را قدر بدانیم، بیدار بشیم. شبها را حضرت در این شبها بیدار می نشستند و بندگی می کردند و تمام شب عبادت می کردند. فرزندان هم آل و خانواده را بیدار می کردند که عبادت کنند و جدیت را در عبادت اختیار می کردند. و آن حضرت هر سال مسجد می نشستند. وقتی در مدینه بودند معتکف می شدند. ولهذا عزیزان من، این ماه بذل و جهود زکات های اموالتون پرداخت بکنید. برای خودتون، برای همه امت دعای خیر کنید، برای همه انسانیت دعا کنید، برای انسان ها دعا بکنید، برای همه جهانیان خیر و هدایت جهانیان، برای همه گذشتگان دعا بشود و برای همه نسل‌های جدید دعا بشود، برای همه انسان موجود زنده دعا بشود. برای گذشتگان ماه دعای، ماه نیایش، ماه تضرع زاری است، ماه صدقات و خیرات و بذل و جهود. در ماه رمضان اگر صدقه بکنید به زندانی ها برسید، خانواده زندانی، به فقرا برسید، به نیازمندان برسید، به مساجد و مدارس برسید، به طلاب جایی که درس هست، جایی که تدریس هست برسید، مکاتب قرآنی را کمک کنید. الله برکاتش را بر شما نازل میکنه، در روزی شما می افزاید، شما را درجه عنایت میکنه. در ماه رمضان صدقه کنید،
بدید هر اندازه که توانایی داره. خوش نصیب اونهایی که در این ماه توفیق داشتن که افطاری بدن، توفیق داشتن که برای مردم سحری تقسیم بکنن، به دم خانه نیازمندان بروند، به سفره روزداران خود را برسانند و چیزی بگذارند. خوش نصیب اونهایی که زکات دادن، خوش نصیب اونهایی که دادن، روزه گرفتن، ذکر کردن، تلاوت کردن و از اموالشون که الله تعالی داده در راه خدا خرج کردن. خوش نصیب کسانی که در ماه رمضان از غیبت و از دروغ و از تهمت پرهیز کردند و این عادت را باید دائم داشته باشند. یک ماه رمضان تعطیل گناهه، تا من و شما عادت کنیم به ترک گناه. یک ماه رمضان شبها بیداری است، تا بیداری را از رمضان میراث ببریم. یک ماه ذکر، تلاوت اعمال، فضای اعمال، فضای مسجد آباده، تا بعد از رمضان این کارها را ادامه بدی. و این دوره که الله به ما نشان میده و این کلاس و به اصطلاح روز کارگاه آموزشی است که الله تعالی میخواهد که ما را تربیت کنه و این تربیت ربانی برنامه تربیت خدایی هست. الله میخواد بسازه ما را و اصلاح کنه و هدایت کند. ولذا رمضان همه ماه خیر و برکات و دعا کنید که الله تعالی برای کشور من که دچار یک سری آزمایشات هست و آزمایشات سخت در جریان در کشور ما، الله خیر بیاورد. این ملک الله تعالی برگردانه به بهترین حالات و کشوری که یکی از کشورهای محوری در منطقه هست و حیاتی و مهمه و نفع و خیر این کشور به همسایه ها رسیده، به ملت های دیگر رسیده، دارای پتانسیل های بسیار بالا، دارای استعداد سرشاره و الله تعالی سرمایه های بزرگ در این کشور گذاشتد و دنیا چشمشون بسیاری به همین منافعه که اینجاست و میخوان از اینجا بهره ببرند، از اینجا استفاده بکنند و اولین کسانی که حقدار این منافع خود مردم ایرانند، همین مردمی که اینجا زندگی میکنند. تمام این منابع و امکانات منافع ملی هستند و مربوط به همه ملت هستند. کسانی که اینجا زندگی میکنند، کسانی که اینجا آبا و اجدادشون برای کشور دفاع کردند، سختی های اینجا را تحمل کردند و حفاظت کردند، این کشور را نگهداری کردند، منافع اینجا مال اونهاست. و الله تعالی این کشور را آباد کنه، کشور را حفظ کنه و در حال سالهای آخر و چند سال است که در این کشور به هر حال اختلافات در جریان هست و مردم ایران هم از یک طرف که ملت هست و اکثریت ملت خواهان تغییرات بودن تو این سالهای گذشته و توی دنیا
همه دنیا همین رواج داره که بهرحال نسل جدید که می آید، شرایط عوض می شود، تغییرات می آید تو ملکا. نسل جدید نیاز دیگری داره، هر شرایط یک نیازی داره و مردم خواهان تغییرات بود. قرآنشون بینید که قرآن هم می فرماید ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. اللہ تعالی وقتی که قرآن نازل کردن احکام آمد، بعد احکام تغییرات پیدا کرد و اللہ تعالی فرمود که این بعضی گفته که یعنی چه که نسخ می شود، تغییر می آید. اللہ فرمود این خیر شمایه، هر چیزی که بعد می آید بهتر از اوله. و روایت حدیث است که اول که نماز فرض شد دو رکعت بود، بعد اللہ تعالی 2 رکعتی هر 4 رکعت کرده، صبح به همون حالت باقی مانده، مغرب 3 رکعت، باقی نماز 4 رکعت شد. این تغییرات ہے که اللہ تعالی آورده و این تغییرات به نفع، به خیر و در تمام دنیا تغییرات متداول و متعارفه. توی تمام کشورات قوانین تغییر میده، قانون وقت جواب نده قانون تغییر میده، شرایط عوض میکنه، مسائل عوض میکنه. و در این جریان داشته و آخری مسئله که خیلی واقعا رنجاور بود و پریشان کننده بود، همون حادثه دیما بود که اتفاق افتاد. خیلی از مردم عزیز ایران به هر حال کشته شدن، از دست جان دادن و بعد از او به هر حال این جنگی که آمد هم خیلی نقصان و تلفات داره، هم تلفات جانی زیاده و هم تلفات مال زیاده، خسارات مالی، خسارات جانی، بهرحال فراوانی. خیلی هموطنان عزیز ما خیلی ها جانشون گرفته شد و خیلی سرمایه ها از دست رفتن و کاش که بهرحال مردم ایران همه که سرمایه ایرانند و دارایی کشوران مسئله شون میتوانستن حل بکنن که به مداخله بیگانگان نه انجامه. و بنده همین توصیه را کردن که اگر شما با هم باشید و مسئله را حل کنید و حرف یکدیگر را بشنوید و حرف مردم شنیده بشه، مردم حرف مسئولان بشنوند، مسئولان حرف مردم بشنوند، بشینن مسئله را با گفتگو حل کنند، با مسالمت آمیز حل بکنند. گفته که هیچ کسی به ما جنگی را وارد نمی کنه، هیچ کسی به جنگ ما نمی آید، ملت داشته باشه. و دیگه بالاخره دیگران هم ممکنه مشکلاتی داشته باشه، میگه مشکل داره یا امیدی و طمعی به منافع اینجا دارن و جشن شرایط استفاده میکنند، آمدند و این برای تلفات همه از مردم ایران، همه منابع و دارایی هایی که داره از بین می رود، اینها همه با سرمایه ملی درست شده، با بیت المال
پول همه درست شده و تخریب می شود. و برحال ما به همه کسانی که عزیزانشون از دست دادن، چه در دیما که من همون وقتم تسلیت گفتم و چه در جنگ عزیزانشون از دست دادن، تسلیتشون میگم. همه را، همه انسانان، همه مردم ایران و انسانیت، حتی مسلمان باشه غیر مسلمان که تلف بشه و کشته بشه باید برای گریه کرد. و از رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که دستور دادن که دست دزد را ببرن و قطع کنن و آن حضرت اینجا که دست قطع شد دیدن تا اشک از سرازیر گریه میکنه. گفتن یا رسول الله این دزده. گفت که دزده درست است و دزدی کرده، ولی شما این همونجا توبه میدادید، نمی آوردید اینجا شهادت بدید. گفت شما میخواستید بگید قطع نکنید دست. گفت بدترین حاکم اونه که دستور خدا را اجرا نکنه. این دستور الله تعالی است. من این دست قطع میکنم که خدا دستور داده، ولی اگر شما نمی آوردید، شهادت نمی دادید، اونجا این توبه می دادید، اونجا اصلاحش می کردید که دو مرتبه چنان غلطی نکنه، کافی بود. و حالا این همه انسان کشته میشه. توی در جنگ روسیه و اوکراین چقدر انسان کشته شد و اینها همه انسان، زنان، مردان، پیران، هر جا باشه دنیا، در فلسطین و چه اندازه انسان تلف شد، چه اندازه مردم کشته شد و باید برای همه گریه کردی، نه که مخصوصا مظلومانه کشته می شود. سرگاهی مظلومی کشته میشه. بالاخره انسان، برای انسانیت باید دل سوخت و انسانیت هم همینه. ما همیشه میگه که انسان دعا کنه که الله تعالی من و شما را مسلمان بگردن، مسلمان واقعی و انسان واقعی. انسانیت و مسلمانیت یک چیزه. بهرحال ما هنوز ناامید نیست، نباید باشیم و معتقدیم که هنوز ما جستجو کنیم رای حل و بهترین رای حل اینه که خود مردم ایران با هم بشینن، ما حرف یک دیگر را گوش کنیم، حرف یک دیگر را بشنویم، از احساسات کار نگیریم، دنبال احساسات نریم، دنبال عقلانیت، حرف یک دیگر را گوش کنیم و ببینیم راه چه بهتری الله از داخله. و من توصیه مانی که زندانی ها را آزاد کنید از زندانی های سیاسی. قبلا بنده این حرفا بار بار گفتم که کسی که اعتراض داره، کسی که صاحب نظره، کسی که میگه آقا این راه درستری، این راه اشتباهی، اون زندان نکنی. او را خانم، آقای و حوزویه، دانشگاهیه، از هر جایی هر کسی هست، اینا بشینی با او صحبت بکنید یا قانعش کنید یا حرف قانع باشید، حرفش را بکنید. حضرت واقعی حضرت یوسف هست که حضرت یوسف به زندان انداختن و هم زندان ناحق انداختن و پادشاه مصر خوابی دید و پرسید، هیچ کسی تعبیرش را بلد نبود. کسی گفت توی زندان یک ماهری به تعبیر خوابه.
اجازه بدید من برم تعبیر شما را بیارم. گفت برو. آبدارچی پادشاه بود. او رفت و حضرت یوسف پرسید که چن پادشاه چنان خواب دیده. خوابش را تعبیر کرد. گفت 7 سال مصر آباد میشه، دنیا آباد میشه، بارندگی میآید، آب و رودخانه و 7 سال دیگه قطع میشود. و این خواب شما این پیام داره که شما 7 سال کشاورزی بکنید و گندم از خوشه بیرون نکنید، خرمنکوبی داشته نباشید، با همین خوشه بگذارید. او زمان سیلو نبوده. ببین تدبیر است. اینا را بگذارید و به حد نیاز که مصرف میکنید بکوبید، بقیه بگذارید تو پوش، خراب نمیشه محصولات. و او 7 سال خودتون را از این 7 سال توشه بردارید. پادشاه که شنید حیران شد که این برای چه زندانه و این چه زندانه، بیارید. که رفتم گفتن نخیر من اول پرونده منو تحقیق کنید که من گناهگارم یا نه. پرونده را بررسی کرده تن بیگناه. این سالها بیگناه در زندان مصر چندین ساله. ولی حضرت پادشاه اعلام براعت او را کرد که بیگناه افتاده تو زندان، بیاید اینجا. و وقتی که او آمد و صحبت کرد از تعبیر این خواب، پادشاه چشمش در آمد. این چه انسان ماهری، چه انسان فاضلی. پادشاه گفت که امروز تو صاحب جایگاهی نزد ما. و خزانه داری را حضرت یوسف گفت تو به من بسپار، هم امانت دارم هم دانش دارم و شما به من بسپار و خاطر جمع باش که من این 7 سال زراعت میکنم و 7 سال دیگر دنیا را گندم داد. دنیا را همه قحط زده، این سرزمینه فلسطین، شام، همه که سرسبز تمام گرسنه شدند. دنیا گرسنه شد، می آمد از مصر می برد. حضرت یوسف وزیر خزانه کرد، امور مالی را به دستش داد و بعد همه پادشاهی را به حضرت یوسف سپرد. و تو انسان شایسته که تو کار کنی. مصر به یک سطح رسوند توی دنیا که مصر تا حالا او پادشاه را ندیده. بله زمان سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که مصر فتح شده و به هر حال دست مسلمانان افتاد، هم دور زرینی، او دوری که حضرت عمر استاندار مصر را، والی مصر و فاتح مصر را گفت که شما فرزندتون کسی رسیلی زده و باید از او قصاص بگیرند، یا کسانی را فرستاد که شما برای خانه تو دروازه درست کردید و در می بندید و حائل درست کردید جلوی مرد تو و در والی مصر آتش بزنند. این عدالت بود. لحظه من توصیه بنده آنه که شما زندانی ها را آزاد کنید. و با همینا صحبت بکنید، همینا بگید. شما مردم ایران بگید که جنگ بند کنن، جلوی جنگ بگیرن و همه زندانی ها جنگ جلوش میگیرن. جنگ چیز خوبی نیست، نقصان داره، تلفات داره، هر چیز زودتر. و توصیه بنده آنه که کشورهای که با هم اینجا همسایان و روابط تاریخی دارن و منافع مشترک دارن، ما منافع داریم توی کشورهای همسایه، هر کشوری را که بگیرید و اونها منافع داره اینجا. این نیست که منافع تنها منافع ما، نه، اون همه این کشورها یه مجموعه هستن که با یک دیگه منافع دارن. دنیا با یک دیگه منافع داره
و توصیه ما اینه که کشورها یک دیگر را مراعات کنند، ایثار کنند. و اگر ما از همسایه ملک خاک همسایه به ما گزنده میرسه هم تحمل کنیم و این تحمل بله حرفمون بزنیم و مایه خیر می شود، مایه برکت می شود، برکت داره برای ما، خیر داره و اونها هم ما را تحمل کنن. هر کشورها رعایت یک دیگر را بکنن، مراعات یک دیگر را بکنن به خاطر اون منافع مشترکی که در میانشون هست. و الله تعالی خیر بیاوره و به ما برکت این ماه رمضان آینده روشن دعا کنه برای کشور بیاره و که هم کشور ما به سمت عدالت برود، به سمت و سوی به هر حال خیر برود، آزادی، سمت آزادی های که الله تعالی داده، آزادی های مشروع برود، آزادی هایی که حق انسان برود و به یک سمت و سوی درسته. مسئولان فکر کنند در این باره، مردم هم فکر کنند و بهترین راه همین هست که حرف یک دیگر را ما بشنویم، صحبت ها را بشنویم و به یک جایی برسیم که بالاخره بتوانیم این مشکلات همه پشت سر بگذاریم. والله تعالی عاقبت همه را بخیر کنه. رویت هلال فرمود غروب پنجشنبه که جمعه شب جمعه هست و اگر ما رویت نشود که انشاءالله شنبه عید هست انشاءالله و ساعت دوستان اینجا فرمودن که نماز عید ساعت 7:30 برگزار بشود اقامه و همچنان روز عید به هر حال جمعوری برای حوزه است که امسال نیامدن دوستان، کم آمدن به حوزه. ما هم نبود فرصتی و تلفن هم قطعند و نخواستیم که زحمت بدیم دوستانا. به هر حال تماسی نگرفت. سال دیگه الان اکثریت سال جدید هزینهش از رمضان تامین می شود و امسال خبری فعلا نیست. والله تعالی خیر بیاره که کار دینی ضربه بیشتر نخورد و انشاءالله که به مدرسه برسید در این روزه باقی مانده. مدارس دیگری همش پیش شما میگن توجه بکنید اونها را و هم به انشاءالله روز عید با دست پر به مدرسه کمک کنید اونجا بیایید. الله تعالی توفیق عنایت کنه، رمضان مقبولی داشته باشیم. امیدواریم که همه مشکلات های دینی و دنیوی را پشت سر بگذاریم و دعا کنیم که الله تعالی صلح توی دنیا بیاورد و به هر حال مردم فلسطین به حق و حقوقشون برسان و بهترین راهشون راه مصالحات هست که با هم مذاکره و از راه مذاکره حق و حقوق فلسطینیان به اونها برسه، بیت المقدس اونها برگرده و سرزمین هایشون که اشغال شدن به اونها برگردن. ما اگر صلح فلسطین صحبت میکنه صلح عادلانه و بهترین منطقه و بهترین راه و ما هم به هر حال به مصالحت چیز خوبه که قرآن فرموده که و صلح و خیر و صلح بهتره. صلح اینه که حرف یک دیگر را بشنوید، صحبت یک دیگر را بشنوید و بالاخره بشینیم و مسائل را حل کنیم. ماشاءالله انشاءالله. صلی الله علیه وسلم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا رب
یا رب روز جمعه است یا الله و این احتمال داره که آخری جمعه رمضان باشه. یا الله چه روز زیبایی است، همه بندگان اینجا آمدند یا الله، همه با امید رحمت تو برای ادای فریضه نماز آمدند در راه تو. اینجا ملاقات با توه، ملاقات معنوی با تو، اینجا محل نیایش تو هست یا رب. ما محتاجیم به رحمت هایت، درهای رحمتت را بر ما بکشا یا الله یا رب یا رب. متکبران و جبابره دنیا احساس نیاز به تو نمی کنند یا الله. ما بندگان محتاج توییم، ما بندگان ضعیف توییم یا الله. ما تو را داریم و روی تو حساب میکنیم و تو را میخواهیم یا رب. یا رب ما عاجزیم در مقابلت، درماندهیم در مقابلت. تو درهای رحمتت را بر ما بکشا، مرا ناامید از رحمتت نگردان یا الله یا رب. ثواب لیلة القدر و ثواب رمضان مقبول، ثواب بندگی مقبول یا الله، ثوابی که تو به بندگان مقرب دادی، برکاتی که به دوستانت در این منازل کردی، به ما عنایت فرما یا الله. مرا مقبول بگردان، مقبولیت عنایت فرما. مردود درگاه تو نشیم، رانده دربار تو نباشیم، ناامید از رحمت تو نباشیم، ناامید از رحمت تو نباشیم یا رب یا رب. برس به ما یا الله و نظر لطفت را شامل آل ما بگردان یا الله یا الله یا رب. ثواب ما را در این رمضان مضاعف بگردان، چرا که ما دل شکسته ایم. بالاخره خیلی مشکلات به کشور ما، مشکلات ها دهان باز کردن و فشارهای گوناگون به ما ملت وارد شده، گرفتار سختری شرایط اقتصادیان، گرفتار تلفات قبل از جنگ و بعد از جنگ و نقصانان یا الله. این نقصان ها را جبران بفرما یا الله بر رحمتت یا الله یا الله. آینده روشن، آینده درخشان، آینده خوبی برای این ملت و برای کشور و یا الله بیاور. تمامیت ارضی ما را حفظ کن یا الله و امنیت عام ما را یا الله به خطر نینداز و یا الله همبستگی و همدلی مردم ایران به نفع کشور، به نفع دنیا و آخرت، به راه خیر و صلاح یا الله. ملت ما را، مردم ما را به خواسته های به حقشون مردم ایران برسان. ملت فلسطین به خواسته های به حقشون برسان. مظلومان دیگر دنیا را به خواسته های به حقشون برسان و عاقبت ہمارا بخیر فرما. یا الله ثواب شب قدر و رمضان مقبول یا الله. امسال اینجا 2000 نفر معتکف بودن سال گذشته، نزدیک به 2000 نفر. امسال با توجه به شرایط کمی به هر حال اجازه یافتن که معتکف بشوند، گفتن که حالات خوب نیست و یا الله این نقصانات که پیش آمده اینها را تو خودت
از جانب خود جبران بگردان، عاقبت ما را بخیر. یا الله این روزهای باقی مانده، شبها و لحظات باقی مانده، توفیق بندگی عنایت فرما، توفیق خیر عنایت فرما. یا رب یا رب مارا مجدانه یا الله توفیق کوشش عبادت و بندگی عنایت فرما، عاقبت همه ما را بخیر کن. گذشتگان همه غریق رحمت، زندانی هر وسیله آزادی، مریضان شفای عاجل و کامل، درجات حضرت علامه مولانا را، مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه و سایر گذشتگان یا الله بلند بفرما. همه علماء نیاکان، همه خوبان، همه عزیزان یا الله درجه عنایت فرما، عاقبت همه ما را بخیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله على سيدنا محمد.